سلام به روی ماهتون. امیدوارم خوب باشید هر جای دنیا که هستید. در خدمتتونم با انرژی خنی قهوه. بریم کاپو سری برگردونیم. شما هم با من نیت کن. توی همین فاصله هم لایک و کامنت رو بزن. اگرم سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن. نیت میکنم از طرف شما برای نیت های شما، کاری، مالی، احساسی، هر چیزی که توی ذهنت، دادگاهی، با امیدوارم که این کاپ خیلی دقیق جواب نیت های شما رو بده. آینده پیش رو، اوضاع و احوال چطور میشه؟ امیدوارم قشنگترین ها رقم بخوره. الهی آمین. در بی‌زمانی مطلق هستیم و هر زمانی که این ویدیو رو ببینی میتونی روش نیت کنی و جوابت رو بگیری. امیدوارم که پر از شفا، پر از حاجت روایی و پر از پول و عشق باشه برای تک تکتون. الهی آمین. پولای ریز ریز داره به دستت میرسه، خوشحالی هایی داره برات رقم میخوره و با هر چیزی که منتظر هستی زمان برده، غما داره آب میشه، مشکلا داره برداشته میشه و حل و فصل شدن یه سری چیزا هست. یک بیماری که میتونم بگم که یک فرصت دوباره‌ای توی زندگیت رقم میخوره، یک بیماری که خطرناک بوده، مشکل داشته، یه چیزی که مثل این میمونه که یه معجزه اتفاق بیفته و شانس دوباره زندگی بهت داده بشه. خانوما رو خیلی تو چه کنم نشون میده، فکری که درگیر هستش، ولی مخصوصا اگر نیت داری خیلی روشنه. یه صندلی خیلی قشنگ و حاجت روایی رو نشون میده، یا دنبال یک موقعیتی هستی برات رقم بخوره، صندلیش خیلی روشن و قشنگ هست و شروعهای جدید، چون زیرش یه دونه برگ مانندم بود. حالا ببینیم چی نشون میده. تنهایی داره خستتون میکنه ولی شروع احساسی رقم میخوره. از کسی که منتظرش هستی، دلتنگش هستی. تلفن رو براتون دارم میبینم. یک پولی که خیلی وقت منتظری که به دستت برسه، باهاش یک شروعی رو داشته باشیم، پوله به دستت میرسه. منتها اینجا داره از یه چیزی صحبت میکنه. ببین یه شخصی رو نشون میده مثلا این کلاهای سربازی هست روی سرشون، یه همچه حالتیه. حالا این پوله یا مشکل اینطوری داشته، بلوکه شده، جلوش گرفته شده بوده، یا بایستی برای یک مسیر این چنینی منتظری که مثلا پوله به دستت برسه، سربازی تو بخری، مشکل یه همچین چیزی رو مثلا حل و فصل بکنی، قطعا براتون داره رقم میخوره. امضاها رو خوب داره نشون میده و جفت شدن های احساسی، گشایش رقم میخوره. چقدر خوشگله. کلیدو که مثلا میندازی توی جای کلیدی، یه همچین چیزیه داره نشون میده. انگار مثلا اون قفله گشایشش اتفاق افتاده، باز شدنش، مخصوصا احساسی ها، کسایی که تو فاصله بودید، دیدارهای خیلی قشنگ و احساسی. باز اینجا از بیماری داره میگه که روش دارید قصه میخورید ولی نگران نباشید، سلامتی رقم میخوره. کسایی که تو فکر جدا شدن هستید، پشت کردید و رفتید، یا همسرتون پشت کرد، یعنی شما یک خانومی هستید که همسرت پشت کرده و رفته، برگشتش هست. انگار توی ذهن این مرد یه سری چیزهایی وجود داشته که فاصله گرفته، نمیدونم، یا یه بیماری داشته فاصله گرفته، یا توی فکرش یه سری چیزها هست که از ناراحتی ها داره نشون میده. برگشتش وجود داره. انگار شما دست به سینه وایسادی، اینطوری منتظرش هستی که یه چیزی رو تکلیفش رو روشن کنه، ولی برگشت به زندگی داره نشون میده. حالا مثلا منتظری مهریه رو تکلیفش رو روشن بکنه ولی این برمیگرده به زندگی. این قضیه قطعا برگشت به زندگی رو، چون این وری هم میکنم، برگشت به زندگی رو نشون میده. حتی اگر میگم بابت کسی دیگه هم رفته باشه برگشت داره، ولی من کیس سوم نمیبینم. بیشتر دارم یک چیزی میبینم که باعث ناراحتیه، فکری که ناراحته، فکری که درگیره و شاید حتی مثلا یا خودش بیماره یا فکرش درگیره یه بیمار هستش، یکی از اقوامش بیماره، مادری پدری بیمار هستش که داره انگار رفته کنار اونا. بعد شاید سر این موضوع هم با هم مشکل دارید دیگه، ولی بر میگرده. جفت شدن ها قطعا رقم میخوره. جفت شدن های احساسی خیلی
قدرتمند نشون میده. چند بار دیدار با یک شخصی، ببین چند تا دیدار رو داره نشون میده، ولی در نهایت جفت شدن رقم میخوره. اگر با کیس احساسیتون توی رابطه‌ای هستی که دوست داری باهاش ارتباط ازدواجی داشته باشی، قطعا برات ازدواج هست. مخصوصا کسایی که توی اسمشون میم دارن، هی جیمی دارن، ر یا ز میتونه داشته باشه، این اشخاص حتما براشون میبینم که ازدواج رقم میخوره. از یک دوراهی دارید میایید بیرون، یک دوراهی، دودلی و یک تصمیم. این تصمیم دودلی بیشتر به خاطر اینکه انگار یه شخص دیگه ای رو نشون میده که شما رو یه جور از روی بدجنسی، از روی نمیدونم یه جور دشمنی رو نشون میده. چون این دوراهیه شبیه این شده که چجوری بگم، پنجه است، انگار پنجه دشمن هستش، دشمنیه که مخفیه یا بدذاته. و اینجا هم داره اینو نشون میده که اون دوراهیه شبیه پنجه است، یعنی کسی این دوراهی رو برات درست کرده که ذاتاً با تو دشمن هستش. و بیشتر هم میتونم بگم توی مسائل احساسی شاید باشه، یا مسائلی که به زندگی مربوط میشه، مثل یک برگ نشون میده که توی زندگی یه سری مسائل اساسی زندگیه و چون یه قو کنارش افتاده احتمال احساسی هم وجود داره. یعنی شما دارید یک زندگی رو تشکیل میدید با احساسات، شخصی وارد زندگی شده که از احساسش گفته، ولی دشمنی ها نمیذاره که روی این شخص شما درست تصمیم بگیری و شما رو توی یک دوراهی قرار میدن، توی یک دودلی قرار میدن. حواستون به این آدم ها باشه. یا شاید هم توی زندگی متأهلین باشه که یه سری آدم هایی که بدجنس هستن رابطه شما رو توی یک حالتی قرار میدن که این زندگیتون دچار مشکل بشه و شما توی یک دوراهی موندن و رفتن قرار بگیرید. مراقب این مسئله باشید. یه تعداد از دشمنی ها رو که دشمنهایی که خنجر زدن و دیگه رو باز شده، یعنی اون نقاب از چهره افتاده و تو میدونی که چه کسی هست و اون خنجر رو خوردی، یه سری خبرها در موردشون داری میشنوی، فاصله از اینا گرفتی، خیلی خمیده و ناراحت فاصله گرفتی رفتی، خبرهایی داره به گوشت میرسه از مسائلی که توی زندگی اینا اتفاق افتاده و مشکلاتی که رقم خورده، دوگانگی هایی که اتفاق افتاده و خبردار میشی به زودی زود. نمیگم خوشحال میشی، خوشحال شدنت رو نمیبینم، شاید از نزدیکانت هست یا دلت مثلا آروم نمیشه. تا یک وعده نزدیک شروع جدید براتون دارم میبینم، استارت جدید توی زندگیتون دارید میزنید بابت هر چیزی که توی فکرش هستی. تا یک وعده نزدیک رقم میخوره. یه زمین مستطیل شکل رو داره نشون میده، براتون روشن هستش. دیدار و گفتگویی رو دارید بابت این زمین. ببین، یا این زمین رو یه خانم و آقا دارید معامله میکنید و یا این که یه زوجی که متأهل هستید در مورد این زمین دارید تکلیفش مثلا روشن میشه. مثلا همسرت به نام شما میزنه، میتونه اینطوری باشه، یا شما داری به نام همسرت میزنی در مورد این زمین. یا متأهلی هست که یکی داره به نام اون یکی میزنه و یا این که یه زن و مرد دارید با هم دیگه معامله میکنید، مثلا یه خانومی میفروشه آقایی میخره، آقایی میفروشه خانومی میخره، اینطوری. و احتمال اینکه این وسط یه تیکم زده شده باشه وجود داره، یه همچه حالتی هم میتونه باشه. استوپ های کاری، کسایی که توی استوپ کاری هستید، معلق هستید یا از محیط کاری اومدی بیرون، توی استوپی، توی یه حالت رکود کاری هستی، فکر درگیر این مسئله هستش، شروع رو برات دارم میبینم. جا به جا شدن توی محیط کار شکل میگیره برات، از یک محیط کاری به یک محیط کار دیگه. از اینجا اگه اومدی بیرون دیگه فکر این که بخوای برگردی اونجا رو نداری، یه محیط کاری دیگه داره شکل میگیره. یه درخت خیلی خوشگل و زندگی که سرسبز میشه. تغییر تحولات رو توی این زندگی دارم میبینم. شاید زندگی باشه که یه ذره توش مشکلات داره و یا اینکه قصد دارید از دیاری به یه دیار دیگه برید و یه طرف ماجرا مثلا اونقدی دلش نیست، دوست نداره، ولی جابجایی رقم میخوره. خرید و فروش ماشین هم هست و چیزی که خیلی ذهن منو اینجا مشغول کرده، شخصی رو نشون میده که یه چیزی رو مثل یه توبره مانند انداخته پشتش داره میبره. حالا یا دزدی
یا چون یواشکی ماننده و این توبره هم مثلث داره نشون میده، میتونه یک ارث باشه که یه نفر داره این ارث رو میبره، به نفع خودش هم هست و از طرفی هم خودش مثل یک حالت نشستن داره نشون میده. میتونه توی محیط کار باشه که مثلا یک پولی، یک مالی توی محیط کار جابجا بشه، یکی یه چیزی رو بدزده و بره ولی شما مشکل دار بشید. میتونه اینطوری باشه، چون مثلث گفتم همیشه تغییر و جابجایی رو هم نشون میده، تغییر تحول هم نشون میده. اینجا این مثلثه یا ارثیه که یکی داره میخوره، خیلی هم خوشگل میخوره، از روشم یه آب، و یا اینکه یک پنهانکاری، یک دزدی، یه زیرابی رفتن توی محیط کارت میتونه باشه که بعد در نهایتش یک جابجایی. شاید هم حتی این پایین که افتاده بودش که شخصی که معلقه تو محیط کار، شاید یک همچین اتفاقی افتاده، یعنی یه نفر زیرابی بره یه پولی رو ببره، بعد شما مجبور باشی جایگاهتون رو عوض بکنی، بیفته گردن شما رو تعلیق بکنن، بخوای بری دنبال کار بگردی برای خودت. یه حالت رقص سما دارم میبینم. کسایی که دوست دارید توی یک همچین چیزی باشه یا تو فکرش هستید دنبال رقص سما برید یا از نظر معنوی توی اون درجات قرار بگیرید، مسیر براتون روشن هستش و خیلی هم قشنگ دارم میبینم، خیلی خوشگله. یک شمشیر بزرگ و سرش حالت مثل یک پیکان شده و برش پیدا کردن حرفه، میتونه حرفی که برش پیدا کنه و یا اینکه مثلا یک شخصی یک هدف خاصی رو داشته باشه و یک حرفی بزنه که خیلی تیز و برنده باشه. اگر خودتی حرفت برش پیدا میکنه ولی سعی کن کسی رو خطاب نگیری، مثلا بخوای چیزی بهش بگی یا حرفی رو به تندی بخوای بهش بزنی که بعد مشکل به وجود بیاد. اگر نه، احتمال اینکه یه نفر با شما یه همچین چیزی باشه که بخواد شمشیر رو بکشه و شما رو خطاب قرار بده، با تند و تیزی حرفی رو بزنه که شما مجبور به انجامش باشید یا یه جورایی شما رو مجبور بکنه، یه ذره ناراحتی رو توی این قضیه نشون میده. هواپیمای مهاجرتی، هواپیمایی که دقیقاً شبیه پرستوی مهاجر هستش، مهاجرت ها رو داره نشون میده و توی این قضیه احتمال این که یا شخصی داره زیرابی میره یا یکی که روباه صفت هستش توی این قضیه دخیله، نمیدونم، یه روباه رو داره نشون میده و کنارش هم یک مهاجرت. شاید هم اونی که داره میره خودش روباهه که داره خانواده‌تون دور میشه، خبردار میشید که ای فلانی هم رفت. یه نفر یه قدمی رو برات بر میداره، یک نفری که توی موقعیت‌های دادگاهی میتونه برات یک قدمی رو برداره و خوشایند و روشن هم هستش. کسی رو داره نشون میده که انگار سندار باشه و عصا داشته باشه توی دستش. توی مسائل دادگاهی میتونه یک قدم خوب و روشنی رو برات برداره، موفقیت آمیز. دلتون خیلی شدید گرفته ولی قطعا روشنایی وجود داره. از این دلتنگی و ناراحتی حتما میای بیرون، جای نگرانی نیست. دلگرفتگی ها و دلتنگی ها تموم میشه انشالله. سفر داری میری، راهی رو داری میری، مراقب خطرهایی که میتونه توی مسیر وجود داشته باشه باش و یه صدقه‌ای بده، یه مراقبتی رو توی این زمینه داشته باش از خودت داری میری. یا اگر راهی رو میری میای، جاده‌ای رو میری میای، توی کارت، توی زندگیت مراقب این مسئله باش. یک پیشرفت، یک جهش، یک اوج گرفتن توی زندگیتون به زودی داره رقم میخوره. میتونم بگم تا آخر همین امسال شما یک شانس و یک موقعیتی که باعث جهشتون بشه هست. منتظر هستی کجا تو رو تایید بکنه، کجا به تو بگه آره تو همونی هستی که ما میخوام، یا بله تو این درس رو خوندی، بله تو این کار رو بلدی، یا نمیدونم یه همچین چیزی که منتظر هستی. یک جای خاصیه، نمیتونم بگم مثلا اداره نیست که بخوایم بگیم که مثلا شما فلان اداره میخوای بری، نه اینجوری نیست. یه جای خاص رو نشون میده، خاص بودن اون محیط و پرچم نمیبینم ولی یه جای خاصیه، یه جای خاصی که منتظر هستی که به تو اوکی بده.
به تو بگه آره شد. توش نامه بازی و ایمیل فرستادن و گرفتن و از اینجور چیزها هم داره. یه ذره دنگ و فنگ داره ولی در نهایت آره میشه. از چشم انتظاری داری میای بیرون، منتظر هر چیزی هستی داری میای بیرون. یک 4 و 2 تا 0 میتونه شماره تلفن باشه یا رقم پولی باشه، چون اگر تلفن هم باشه پولی داره توی این تلفن نویدش داده میشه، خبرش داده میشه یا این پول رو بهت میده، هر چیزی که هست. ذهنت خیلی درگیر و به هم ریخته است. بابت چه چیزی اینجوری داری فکر میکنی؟ یه ابر اینجوری مه‌آلوده توی ذهنت، کل زندگی تو مختل کرده این فکر، نمیذاره درست تصمیم بگیری، نمیذاره درست قدم برداری و توی حالتی هستی که انگار بلا تکلیف موندی. ببین یه نفر یک خانمی رو داره نشون میده، چهره روشنی داره. این شخص میتونه کمک کننده شما باشه. شخصی که من فکر میکنم خانومه، اگرم آقا باشه که خوشگله، خیلی خوشگله، چشمای خیلی قشنگی رو داره. اگرم خانوم باشه قبقب داره، صورت توپلی داره. میتونه کاری برات بکنه که شما از این وضعیت بیای بیرون و این کارم میکنه ها. انگار دستشو دراز کرده و شما یک کمکی بکنه و شما یک قدم خیلی بزرگ، انگار از اینجا به اونجا یک قدم خیلی بزرگی برداشته میشه برات. میتونم بگم که روشنه، شما از این فکر درگیری میای بیرون. شاید هم فکر درگیری این شخص هستش که انگار سر کله‌اش پیدا بشه، دستشو به سمتت دراز بکنه و تو یه جهشی برای تو حساب بشه در هر صورت. و انگار قدم برداشتن واسه وجود داره، یه قدم خیلی بزرگ رو دارم میبینم که برداشته میشه. کسایی که روابطی رو دارید که تنش وجود داره توش، ترس وجود داره، یه طرف اعصاب درستی نداره، تنش خیلی زیاد، دمدمی مزاج بودن. ببین به یه نقطه میرسی، وابستگی رو داره نشون میده ها. انگار هر چقدر که آسیب میزنه این شخص ولی همچنان وابسته شی، ولی به یه نقطه میرسی که خودت این آدم رو صفرش میکنی، خودت این آدم رو میذاری کنار و تمومش میکنی این رابطه رو. انگار از زندگیت این آدم حذف میشه، البته با سختی ها، چون یه جورایی هم داره لجباز بودن، لجاجتش رو نشون میده، لجباز بودن این آدم رو نشون میده. وقتی میخوای تون حرف بزنی همینجوری میشه دیگه. یه چیزی که گم کردی و خیلی دنبالش داری میگردی و فعلا نمیبینم که بتونی پیدا کنی، یا اگر دنبال چیزی هستی که پیدا بکنی و بیشتر روی گم شده نشون میده، بیشتر انگار یه چیزی که گم شده میخوای پیداش بکنی، داری میگردی پیدا نمیکنی. یا اگر کسی هست که انگار مثلا آدمی باشه که فاصله گرفته باشه، انگار اینو گمش کردی، انگار نیست، داری تجسس میکنی ببینی که چرا این نیست شد. خودتو خسته نکن. فعلا نمیبینم که از این آدم یا از این چیزی که گم شده بتونی سر نخی رو پیدا بکنی، بتونی حل و فصلش بکنی، سر در بیاری که چی بود، چطور بود. فقط خسته شدنش واسط میمونه. یه ارتباط احساسی توی محیط کار میتونه واسهتون شکل بگیره، چون کار رو داره نشون میده، ولی خیلی هم احساسش قشنگه، به نظر میرسه خیلی عشق قشنگی باشه. حتی میتونم بگم یه مدتی رو با همدیگه هستید و یه سری پستی بلندی ها رو داره نشون میده، یه سری چیزهایی که دارید با همدیگه ردش میکنید، ولی برعکسش که نگاه میکنم مثل یک مار میمونه که پیچیده. شاید خود این آدم از شما داره استفاده میکنه که یک سری مشکلاتش رو، یک سری مراحل رو توی زندگیش طی بکنه و تا اون زمانی که این مراحل طی بشه شما به عنوان یک عشق توی زندگی این آدم هستید، ازت استفاده میکنه ولی بعد داره ضربه رو نشون میده. شاید یه چیزی میخواد ازت ببره، یه منفعتی ازت ببره، داره این بازی رو واسط در میاره. مراقب باشید. شلوغی های فکری خیلی زیاده، خیلی ذهن ها رو داره شلوغ نشون میده. به هر چیزی داری فکر میکنید، به هر نمیدونم کلی عدد، کلی اسم ریز 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 نوشته شده، انگار به همه جا دارید فکر میکنید، به همه چی، به اعداد و ارقام، به آدما، به تاریخ، هر چی که هست. ذهنت خیلی، یه سری ذهنشون خیلی خیلی درگیر هستش و این درگیری اصلا نمیذاره که تو تکون بخوری یه کاری رو بخوای پیش ببری.
از اینجا رونده از اونجا مونده ای. به یه نفر شک داری که نکنه توی زندگیت داره یه سری تداخل‌ها رو به وجود میاره یواشکی. ببین اون داره یواشکی یه سری کارا میکنه، تو هم پشت سر اون داری یواشکی میری سر از کارای این شخص در بیاری، ببینی که با تو چه جور آدمی هستش، آیا انصاف داره یا نداره، دنبال این قضیه هستی، شدیداً در جستجو هستی. ببین چیزی که داره نشون میده شاید یه جاهایی یه چیزی آیدت بشه و متوجه بشی، ولی اون چیزای اساسی که این خانوم میتونم بگم که شما دنبالش هستی که این داره چی کار میکنه رو نمیتونی متوجه بشی، چون یه چشم زیر پات افتاده و دقیقاً این آدم میدونه که یا متوجه میشه یه جایی که شما زیر نظرش داری، شما حواست به این شخص هست، میترسی ازش ضربه بخوری، از یک خانم خیلی خوش خط و خال میترسی ضربه بخوری، خیلی حواست هست که ببینی چیکار داره میکنه، ولی انگار یه جایی این آدم به خودش متوجه این مسئله میشه که بایستی یه ذره احتیاط رو داشته باشه. تلفن خیلی قشنگ رو براتون دارم میبینم، از چشم انتظاری میایید بیرون، دنبال یک امنیت هستی، حالا میتونه امنیت مالی باشه، امنیت زندگی باشه، ازدواجی باشه شکل بگیره و احساس میکنی که اگر این مسئله واسط رقم نخوره خطر واسط هست توی زندگی، شاید آینده، مثلا میگه اگه ازدواج نکنم چه اتفاقی میخواد بیفته، یا اگر این موقعیت مالی توی زندگیم رقم نخوره چه اتفاقی میخواد بیفته. یعنی یه احساس خطری نسبت به این امنیت، نسبت به این 4 دیواریه وجود داره. میگم یک مربع رو نشون میده، مربع یه وقتایی 4 دیواریه، یه وقتایی هم اون امنیت هست که شما بابتش احساس خطر داری، ولی گشایش رقم میخوره، یعنی چیزی که وجود داره زیرش دلشوراهاست، بالاش داری خطرها رو نشون میده، ولی هیچ خطری رو من نمیبینم که نسبت به این امنیت باشه، نسبت به این باشه که چیزی این امنیت رو ببره زیر سوال، این مسئله رو ببره زیر سوال. چهره یه آقای رو نشون میده که یا عینک دودی میزنه و ریش و سیبیل داره، موهای پرپشتی هم داره، ابراز احساسات از سمت این آدم براتون هست، یا اگر خودتون هستید یه چهره‌ای که از اینه که خیلی موهای پوری رو داره، یه ذره بلنده و به هم ریخته و ریش دارن و یه تیپای خاصی هستن این مدلی، یا این شخص خودت هستی، یک رابطه‌ای برات داره شروع میشه، دنبال یک شخص خاصی هستی، یعنی یک کیس خاصی رو مد نظر داری، باهاش آشنا میشی، ارتباط میخوای بگیری، ارتباط میگیری. اگر نه سر راهتون یه همچین شخصی قرار بگیره، یا تو محیط کارتون یا تو محیط تحصیلتون، یه جایی خلاصه یه همچین شخصی شاید سر راهت قرار بگیره که یه سری احساسات بینتون رد و بدل میشه و پیشنهاد احساسی هم شکل میگیره. برای یه تعدادی روی مسائل قانون جار و جنجال زیاد داره نشون میده، یه جار و جنجال خیلی بزرگ، شاید مثلا شخصی باشه که این جار و جنجال به پا کرده، یا اینکه سر یه جار و جنجال یه دادگاهی به وجود اومده، فعلا توی بلا تکلیفی داره واسه من نشون میده، فعلا بلا تکلیفی وجود داره، ولی جفت شدن‌های ازدواجی به زودی رقم میخوره و خوشگلم هست، کسایی که مخصوصا کسایی که هیکلای صافی رو دارن، چه خانم چه آقا، هیکلای ظریف و صافی رو دارن، کشیده‌ای رو دارن، ازدواج براتون شکل میگیره قطعاً و خوشایندم هست، ازدواج‌های قشنگی هستش. بسیار خوب، بریم برای تکنیت هامون ببینیم که جواب تکنیت چیه. خب یه 8 یه 2 یه 4 و خوشحالی رو نشون میده، چهره‌ای که میتونم بگم فکر خیلی درگیره، خیلی وقتا فکر میکنید و خودتون روی این قضیه یه خط بطلانم میکشی و میگی که نه نمیشه، امکان نداری، یعنی باور نداری، چشم امید به این قضیه نداری، ولی روشنه. اگر موقعیت کاری باشه برای خانم ها، صندلی رو براتون دارم میبینم. ازدواجی بخوایم بگیم که ازدواجی، بله قطعا هست، و اگر امضا میخوایم بذارید امضای گذاشته میشه. یک 8 رو خیلی جدی داره نشون میده، 2 نشون میده و 4. و اینکه اینقدر بدبین نباشید، ذهنتون به منفیا نره، قطعا مثبت هم رقم میخوره، گشایش در واقع میتونم بگم اتفاق میفته. فقط توی این قضیه مراقب یه شخصی باشید، حالا توی هر چی که هست، توی من
مخصوصا مسائل احساسی یه مقدار حواستون جمع باشه. بعد یه پول بزرگ هم داره نشون میده داره به دستتون میرسه، شاید اینا هم رقماش باشن که داره بهتون میرسه. دیدار خیلی خوشگل، چقدر خوشگله، یه خانم و آقا رو به روی همدیگه وایسادن، دیدار خیلی قشنگی رو دارم براتون میبینم. و قدرت نمایی برای یه تعدادی، قدرت نمایی رو، خودی نشون دادن رو گوشزد میکنه، ولی مثبته. هر چقدرم که ذهنت منفی باشه این مثبته و خوبه، اوکیه، قشنگه. الهیان مرسی از حضورتون، امیدوارم که قشنگترین ها براتون رقم بخوره. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعد همتون به خدای نور میسپارم. خدا نگهدار.